Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headache. Right. How long have you had those headaches, Sam? In a long time? Since I killed a kid. فکرش رو بکنین توی 10 سال 37 نفر رو بکشید ولی پلیس فقط 5 نفرش رو بفهمه. تازه اونا هم خودت با نامه هایی که به پلیس میفرستادی پیدا کنن. بعدش هم تو کل این مدت نتونن دستگیرت کنن و تو نامه هایی که بهشون میفرستادی تیکه بهشون بندازی و مسخرهشون کنی. اینا همه کارهای یه قاتل زنجیره‌ای به نام زودیاک بوده. یه شب تو 5 ژوئیه 1969 یه جفت عاشق سوار ماشین میشن که برن با هم دیگه کارهای خاک برسری کنن. اونا خیلی خوش و خرم تو ماشین نشسته بودن که یهو دیدن ای دل غافل یکی با چراغ قوه داره بهشون نزدیک میشه. پسر اول قوپی میاد و به دختره میگه نترس خودم جمعش میکنم. ولی تا میاد با یارو صحبت کنه زارت چند تا گلوله به بدن نازنینش برخورد میکنه. دخترم حسابی هنگ کرده بود که دوباره اونم زارت چند تا گلوله نوش جان میکنه تا دفعه آخرش باشه میرن اشغال کنن و منو نبردن. و خلاصه دار فانی و خداحافظی میکنه و پسر خوششانس با اینکه 4 تا گلوله خورده بود زنده میمونه. و این نقطه شروع قتل‌های زودیاک بود. قبل از اینکه برم سراغ ادامه ویدیو خواستم بگم که من اینجا هفته‌ای 3 تا پرونده جنایی واقعی رو براتون به تصویر میکشم تا با جنایتکارا و جنایتی که انجام دادن آشنا بشین. پس خسیس نباش و جون مادرت لایک کن. خلاصه زودیاک که پسر و دختر رو زده بود لچ و پار کرده بود با پلیس تماس گرفت و محل جنایتش رو به پلیس گفت و همینطور قتل 2 تا نوجوان دیگر رو هم که پارسال اون سال یعنی سال 1968 انجام داده بود رو به عهده گرفت. پلیس و خبرنگارا که پشماشون ریخته بود داشتن دور و بر خودشون الکی میچرخیدن که یهو 3 تا نامه از 3 جای مختلف شهر براشون اومد. وقتی که نامه ها رو باز کردن متوجه شدن هر 3 تا رو یه شخص نوشته، اما این نامه از طرف کی بود؟ درسته، زودیاک. داخل نامه تمام جزئیات قتل‌هاشو نوشته بود تا ثابت کنه که خودش همه رو انجام داده. و آخر هر نامه هم امضا و یا بهتره بگم علامت مخصوص خودش رو زده بود که یه دایره با یه علامت صلیب مانند که وسط این دایره کشیده شده بود قرار داشت. اما کارای عجیب زودیاک فقط به اینجا ختم نشد و برای سرگرمی بیشترش پلیسا رو مچل خودش کرده بود. چطوری؟ اون یه نامه رمزی برای پلیس فرستاده بود و ازشون خواسته بود که اون رو چاپ کنن و رمزش رو بشکنن و اگه این کارو نکنن اون قتل‌های بیشتری رو انجام میده. و خب پلیسای اون زمان هم یکم شوت بودن و نتونستن معمای زودیاک رو بفهمن و با خودشون گفتن اگه بیاین و این معما رو چاپ کنیم زودیاک فکر میکنه که ازش ترسیدیم و از اون به بعد هم هر کاری بگه مجبوریم انجام بدیم، ولی اگه چاپ نکنیم هر کیو بکشه میفته گردن ما هم که مثل سگ ترسیدیم پس گور پدرش چاپش میکنیم. در نهایت هم یه زن و شوهر که معلم تاریخ بودن تونستن اون رمز رو بشکنن و معماشو حل کنن. اما داخلش چی نوشته شده بود؟ من کشتن رو دوست دارم زیرا بسیار سرگرم کننده است، حتی سرگرم کننده تر از کشتن حیوانات وحشی تو جنگل، زیرا انسان خطرناکترین حیوانات وحشی بر روی کره زمین است و چیزی که به شدت روحیه و لذت میده اینه که هنگام کشتن این حیوانات من بعد مرگ به بهشت میروم و تمام کسانی که کشتم بردگان من خواهند بود. من اسم خودم رو به شما نمیگم زیرا با این کار سعی میکنید که روند جمع‌آوری برده‌های من رو کند و متوقف کنید. من هنوز به برده‌های بیشتری برای زندگی پس از مرگم نیازمندم. زمان گذشت و توی 27 سپتامبر 1969 دوباره ستون گنگ زودیاک به یه زوج جوان حمله کرد. اما چطوری؟ سسیلیا شپرد به همراه شوهرش برایان هارتنر داخل ساحل دریاچه بریستا داشتن استراحت می‌کردن که یهو سیسیلیا دید یه اسکول کلاه عجیبی سرش کرده و داره به سمتشون میاد. اون به شوهرش گفت که یه مرد با کلاه عجیب داره به سمتشون میاد، ولی مرد به دست چپش هم نبود تا اینکه زودیاک اومد بالا سرشون.
زودیاک دست و پای اون دوتا رو بست، اما چون میخواست لذت بیشتری از قتل ببره اونها رو با گلوله نکش. چاقوی مبارکش رو در آورد و تا جایی که میشد به اون زن و شوهر چاقو زد. بعد هم به سمت ماشینشون رفت و با زغال یا هر کوفت و زهرمار دیگه‌ای که دم دستش بود روی ماشین جزئیات قتل و علامت مخصوصش رو کشید و آخرش هم نوشت انجام شده با چاقو. سسیلیا بیچاره بر اثر جراحت به مؤسسه گاج رفت و شوهرش هم به طور معجزه‌آسایی زنده موند و تو ادامه جزئیات قاتل رو اینطوری توصیف کرد: قد بین 170 تا 180، وزن بین 90 تا 100 کیلوگرم. و خب انتظارم ندارین که با این مشخصات پلیس اسکل اون زمان بتونه زودیاک رو پیدا کنه. 2 هفته بعد زودیاک عزیز هوس میکنه تا یه قتل متفاوت رو قبل از خوابیدنش انجام بده. اون سوار یه تاکسی میشه و دقیقاً زمانی که تاکسی به یه چهارراه خلوت میرسه زودیاک از پشت یه گلوله میزنه پس کله راننده. بعد هم از ماشین پیاده میشه و یه تیکه از لباس خونی راننده رو برمیداره. یکی از زنها که خونش اونجا بود به پلیس زنگ میزنه و میگه که همچین اتفاقی افتاده و وقتی هم که پلیس به محل جرم میرسه از زن میخواد تا اگه چیزی از اون مرد رو به یاد داره به پلیس بگه. اون زن هم میگه که یه مرد سفید پوست بود با موهای قهوه‌ای کوتاه. اون شب هم گذشت تا اینکه فردا یه نامه دیگه به دست پلیس میرسه که داخلش اون تیکه لباس راننده و دستخط زودیاک بود. داخلش اما نوشته شده بود که اگه پلیسای شاسکولتون حواسشون جمع بود منو دستگیر میکردن و این نامه رو فرستادم تا دوباره این قتل رو هم به عهده بگیرم. اما من برای اون دنیام برده‌های بیشتری نیاز دارم. پس بگی اتوبوس مدرسه شلیک میکنم و در حالی که بچه‌ها دارن ازش فرار میکنن من اونها رو میکشم. و اینطوری شد که پلیس‌ها خامه فنگ شده بودن و نمیدونستن چه شکری باید بخورن. تا اینکه زودیاک داخل یکی از نامه‌هاش یکی از افسرهای بالا رتبه پلیس رو تهدید میکنه و ازش میخواد تا داخل یه برنامه تلویزیونی زنده با زودیاک مصاحبه کنه. و اون افسر هم این کارو میکنه و داخل اون برنامه تلویزیونی صحبت‌های عجیبی میشه که توی ادامه براتون میذارم تا خودتون ببینید. اما بعد از اون مصاحبه دیگه قتلی که زودیاک گردن بگیره اتفاق نیفتاد و هنوزم که هنوزه پرونده زودیاک بازه. این وسط اما پلیس ها به چند تا مظنون احتمالی برخوردن که هیچ کدوم رو نتونستن اثبات کنن که همون مظنون مورد نظرشون یعنی زودیاکه. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه بودین. مثل همیشه یادتون نره مواظب خودتون خیلی باشین. فعلا تا یه ویدیوی دیگه پیس.